تشکر مینادار هستیم از شما. راستی گپا گفتین ما سخنهای با ادبانه ادبی شما بسیار بلچکم، بسیار سخنهای زیبا با سخنهای بسیار خوشو برآمد میکنید. هر یک تاتون رو گوش میکنم و خود به خود سوال میدیم. تشکر. این دعای شما است که ما را در این راه بازم قوی تر میگردونه. قوی شوید، قوی شوید. وقتی که قوی نشده تگی پا میشید. بله. تشکر امک. تشکر. ملت، خلق، دولت رو سرجم ساختن در کور. انا بعد یک کلک میشد که میزنه. اگر دیروزه همون واقعه ها با من باور کنید با خوابم در سری جای نمودم گیری میکنم که ملتی من در کجا هست چی میشه. سوال میدادم. وقتی که این غلبه ها رو شنیدم گوش گرفتم که ای خلقم ملتم من باطیم بودم هستم میمونم میمورم. تشکر امک. این راستی از سخنی الهی ملت تاجیک سربلند باشد، ملت تاجیک با معنویات باشد، ملت تاجیک با علم و فخری غروری کند. من همیشه طرفدار همین جسورانه شخصای بزرگ هستم. آمین. تشکر. نه نامرد. تشکر. صحبت باقی برادرای عزیز، شما عمری دراز رزقی فرا می‌طلبم. همیشه از احساساتم عذر می‌خواهم. 100% توجه خدا نگهبان تو باشه. 100% گپای شما با ما را عباره اوج مستحکم میکنه. همین گپای در کدام خبرهای و در کدام اینفرماسیونی که به این دولت با تمام قوت شخصانی بالای قدر رو به پیش برید که فهمانده دیدن که تاجیک هیچ وقت در دیار یگان کس آزار دادگیر انسانیت انسان نمیشدم، انسان نبودم. تاجیک این شخصی معنوی بود، تاجیک این عالم بود، تاجیک این شاعر بود، این تاجیک بود، این طبیب بود. من خودم طبیبم. این غرور و این معنویات میلیون را گم کرده ایستادیم. مردم دیوز شده برفتاد. آزی تاجیکستان خلق تاجیکستان همچون یک رقاصه میشناسند. در تمام تلویزیون فقط تاجیک میرقصه، دختر تاجیک میرقصه. دولت ملت دولت زمین دیار زمین این قرض وطنی ما. ما موردیم من برای وطن مردن در کو وطن تگیرد چی میشی؟ من بین یک چیز میگم به گور شوید چی میشی؟ به کفن شوید چی میشی؟ وقتی که مردنت به کفنت نباشد، زمینت نباشد، چی میشی تو کی هستی؟ ما کی داریم؟ وطن داریم. ما در کجا قبر میشیم؟ در زمین عزیز. این زمین عزیزی ما رو در خاک میبرد. آینده ملت ما چی میشه؟ این نوع فکر کردن در کو، ترقیات رو پیش بردن در کو، جوانان رو تربیت کردن در کو. کی باشد که غیور عالم شاعر نویسنده این همه غرور ملی تاجیک و فارس بود. اینا رو گم کردید. من برادران تاریخ رو نگاه کنید. رودکی عزیز کار کردن، فردوسی و از دیار و وطن دور کردن. ما تا کی این طرز دوام میکنیم؟ یا خطا؟ بله. علمای ما دانشمندای ما نصف کرده ایستادیم. این چی بدبختی؟ علم، نویسنده، شاعر، روشنفکر، این چیزای ما باید در تاریخ در حفظی و نگاه داشتن دار که اون شخصانی دانشمند، اون شخصانی عالم، اون شخصانی عالی اونها در همین قرض دل و ملت جایگیر شدن در تو. ما در تمام تاریخ ما این غیوری را داشتیم، غیور بودیم، هستیم، میمونیم، میموریم. برادرها عذر میخواهم بسخنا رو بود با شخصان دیگر من وقتی شام نزدیک شد عذر. بله تشکر امک. ما نداریم راستی این درد دلی گویم که یک
کلانسال ما تاجیکستانی ما که 30 سال خاموش بودگی امروز کفیده برآمده، یعنی در دلشگاه